فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده در رابطه پول دیه پرسیدن که آیا پول دیه گرفتن پول دیه حلال یا حرام؟ بله حلال هست و هیچ گونه اشکال نداره، بلکه حق اولیای به اصطلاح مقتول هست که این پول را باید بگیرن، حقشون هست و حلال به اصطلاح خودمانی که هست، مثل شیر مادر حلال هست، یک حقی هست که الله متعال قرار داده و هیچ گونه کراهتی هم نداره. منتها اگر اولیای مقتول خواستند که ببخشند، عفو بکنند، بخششی بکنند که این ثواب بیشتری داره و بهتر است، اما اگر خواستند حق شرعی و قانونی اونها هست، میتونن اونو بگیرن و در موردی که خواستن مصرف بکنن.